خوش اومدیم به دیو پاور. من علیرضا هستم. در ادامه مبحث مربوط به طراحی فروشگاه اینترنتی با لاراول در خدمتتون هستم با ادامه کار. اگه خاطرتون باشه تو جلسه قبلی ما اومدیم مدل های پیج اسلایدر و اسلایدر آیتم رو درست کردیم، مدل های اسلایدر و اسلایدر آیتم رو تکمیل کردیم، رابطه بین پیج و اسلایدر رو هم نوشتیم. توی این جلسه میخوایم مدل پیج رو هم تکمیل بکنیم و بعد بریم سراغ در واقع کدنویسی قسمت‌های مربوط به ساختن، آپدیت و دیلیت یا همون CRUD مربوط به در واقع این مدل ها داخل پنل ادمینمون. من مایگریشن مربوط به پیج رو اینجا باز میکنم و میخوام یک سری در واقع یک سری کالم به این در واقع تیبل اضافه بکنم. دار تیبل رو اینجا می نویسم، میگم از نوع استرینگ باشه. اولین کالم نیم باشه، هر صفحه ما یک نام خواهد داشت. دومین کالم یک اسلاگ باشه که حالا راجع به این اسلاگ توضیح میدم الان. سومیش دوباره از نوع استرینگ و تایتل باشه. چهارمی از نوع دیسکریپشن و پنجمی در واقع باشه فول underline story. این از نوع میتونه تکست یا لاین تکست باشه، یا تکست یا لاین تکست، حالا فرق نمیکنه. اینجا ما تکست استفاده میکنیم. اگه شما مطمئنید که پیجاتون خب کاراکترهای خیلی زیادی رو میخواد داخل خودش ذخیره بکنه، از لاین تکست استفاده بکنید. در هر صورت من این رو تکست در نظر میگیرم. کالم های مربوط به تایتل و دیسکریپشن میتونن نالیبل باشن و اصلا این دوتا کالم چی هستن، به چه دردمون میخوره. تایتل و دیسکریپشن برای سئو استفاده میخوایم بکنیم. ما همونطور که میدونید هر صفحه ای تایتل داره، یک متا دیسکریپشن هم داره که توی موتورهای جستجو استفاده میشه، ولی اینها میتونن خالی باشن. ولی ما اینجا توی در واقع کالم هامون این رو میسازیم که بتونیم ازشون استفاده بکنیم. فول استوری هم به همین ترتیب، این هم میتونه نالیبل باشه. فول استوری میشه محتوای کامل اون صفحه‌ای که میخوایم بسازیم دیگه، حالا چه محتوای متنی یا تصویری میخوایم داخل اون قرار بدیم. اما در رابطه با اسلاگ مربوط میشه به URL صفحه. شما اگه دقت بکنید هر صفحه یک URL داره. مثلا میرین توی سایتی صفحه درباره ماشو باز میکنین، حالا اگه فارسی باشه بستگی به سیاست‌های حالا اون سایت هم داره. ممکنه URLش انگلیسی باشه بنویسه مثلا about-us، یا فارسی باشه بنویسه درباره داش یا هم خط تیره ما. این اسلاگ به اون درد میخوره و برای اون اینجا ما ایجاد کردیم. طبیعتا هر پیجی باید اسلاگ مختص به خودش، یونیک باید باشه اسلاگش در واقع، و این رو من از نوع یونیک میذارم و نمیتونم خالی باشه چون باید حتما این اسلاگ پر بشه دیگه. ما پیج رو با استفاده از این اسلاگ بعدا میایم و بالا میاریم. از اون طرف چون قراره یونیک باشه، پس همون ابتدای کار نیمش هم میذاریم یونیک که نیمش هم یونیک باشه. چرا؟ حالا چون ما قراره این در واقع اسلاگ رو از روی این نیمی که اینجا هست به صورت اتوماتیک توی یک قسمتی از کار این رو ایجاد بکنیم. همون موقع که داریم پیج رو میسازیم بیایم بگیم که اتوماتیک از نیم استفاده کن و اسلاگش رو هم ایجاد بکن. بعد حالا توی ادیت دیگه میشه این اسلاگ رو تغییر داد. پس تو وهله اول نیاز هست که نیم ها هم یونیک باشن. این میشه در واقع تیبل پیج ما. من این موارد رو اینجا سلکت میکنم به این شکل و اونها رو داخل این مدل خودم توی فلیبلمون قرار میدم. به این شکل. حالا میخوایم بریم راجع به این اسلاگ صحبت بکنیم. این که اصلا چجوری این اسلاگ میخواد درست بشه، چجوری ما اینو درست بکنیم. لاراول یک سری پکیج داره که با استفاده از این پکیج ها ما میتونیم کارها رو خیلی راحت‌تر انجام بدیم و مسیر توسعه رو سریعتر در واقع انجام بدیم یا سریعتر طی بکنیم.
اگه شما این عبارت رو سرچ بکنید تو گوگل، لاراول اسلاگیبل، یه تو صفحه گوگلتون یک در واقع نتیجه‌ای برمیگردونه با تحت این عنوان، این چیزی که اینجا میبینید. و اگه روش کلیک بکنید وارد یک صفحه گیت هاب میشین که داخل این صفحه گیت هاب این پکیجی که اینجا هست در واقع معرفی شده برای استفاده عموم. خیلی راحت میاد داخل این پکیج و این پکیج رو نصب میکنید. این پکیج کارش اینه که بیاد و در واقع برای شما اسلاگ هایتون رو بسازه به صورت اتوماتیک. خیلی راحت، کار اضافه دیگه ای هم نمیخواد ما انجام بدیم. یک سری فقط تنظیمات اولیه داره، اونها رو انجام میدیم و دیگه بقیه کارا خود این پکیج انجام میده. من روی اینستالیشن کلیک میکنم و میاد این پایین صفحه و اینجا گفته اینستال پکیج و کامپوزر. کامپوزر همونطور که میدونید در واقع سیستمی است برای پکیج منیجمنت PHP و در واقع پکیج منیجمنت PHP هست کامپوزر. با استفاده از این دستور من میتونم این پکیج اسلاگیبل رو تو پروژه خودم نصب کنم. من این رو کپی میکنم و وارد ترمینال میشم. ابتدای کار ممکنه برای شما ترمینال به همین شکل باشه، ممکنه مثلا اگه مثلا این وردارین استفاده میکنید از این علامت مثبت استفاده کنید، یک ترمینال جدید هم بسازید. و من همینجا اینو پیست میکنم و اینتر رو میزنم، منتظر میمونم تا پکیج برای من نصب بشه. ممکنه دفعه اول که نصب میکنید پکیج رو یه مقدار زمان ببره، یکم صبور باشید، در چند دقیقه این پکیج نصب میشه. حالا اینجا برای من نصب شد، میرم ادامه در واقع مراحل نصب که اینجا توضیح داده. تو مرحله دوم گفته این دستور رو در واقع اجرا کنید توسط PHP آرتیسان تا یک فایل کانفیگ برای شما پابلیش بشه. من در واقع میام و سرویس پرووایدرهای این رو هم اینجا به این صورت پابلیش میکنم و در واقع اون سرویس پرووایدرش اینجا برای من پابلیش میشه. تو مسیر کانفیگ، پوشه کانفیگ اگه برین توی روت اصلی پروژه و پوشه کانفیگ یک فایلی ایجاد شده به اسم slugable.php که اگه وارد این بشین ما اینجا دو تا در واقع تنظیم مورد نیازمون هست که اونها رو میخوایم و ازشون استفاده بکنیم. یکی متد هست، یکی سپریتور همون دش یا همون فاصله گذاری هستش که برای اسلاگ کردن در واقع مدل ها استفاده میشه. حتما باید دش باشه، از هیچ کاراکتر دیگه استفاده نکنید چون URL تون دیگه سئو فرندلی نمیشه، از سئو فرندلی بودن در میاد. متد هم برای اینه که شما بتونید این رو به صورت در واقع برای زبان فارسی هم استفاده کنید. تو وقتی که شما این رو نصب میکنید تو مرحله اول به این شکل متد شما. ولی من این تیکه کد رو از یکی از سایت‌های ایرانی گرفتم که زحمت کشیدم و این رو به این شکل قرار دادم و شما میتونید این متد رو، این موارد رو اینجا جایگذاری بکنید تا در واقع بتونید اسلاگ هاتون فارسی باشه. حالا من این کد رو سعی میکنم که در واقع یک جایی برای شما معرفی کنم. بذارید ببینم کدوم سایت بود، اگه یا اینو نبندیم یه لحظه این همینجا باشه. فکر کنم همینجا یا نه. اگه توی این قسمت بیاید، توی این سایت بیاید، همینجا اساس سرچ بکنید لاراول اسلاگیبل، تو سایت راکت هست فکر کنم که اینجا میتونید بیاید داخل این پست متد رو براتون این کدش رو گذاشته. این کدش رو میتونید کپی کنید داخل اون متد خودتون قرار بدید. برگردیم به ادامه نصب. ما اون کارا رو انجام دادیم، حالا گفته چجوری از این پکیج استفاده بکنیم. استفاده کردنش خیلی ساده است. من اینا رو ببندم، وارد مدل پیجم بشم. گفته که آقا شما تو هر مدلی که میخواین از این پکیج استفاده بکنید ابتدا اسلاگیبل رو یوز بکنید. همونطور که میبینید تو مدل پیج ما مثلا یه حذف فکتوری یوز شده که برای ایجاد فکتوری یا استفاده از فکتوری است و در واقع من میام اینجا اسلاگیبل رو هم یوز میکنم. از کدوم مسیر؟ از این مسیر. شما وقتی اینجا
اس بزرگ میزنید اسلاگیبل رو یادداشت میکنید، خود PHP Storm بهتون پیشنهاد میده مسیری که باید انتخاب کنید اینه، این مسیری که اینجا هستش اسلاگیبل، اون رو در واقع میایید و یوز میکنید ابتدا. بعد گفته یه پابلیک فانکشن بسازید با این عنوان، ما همینو کپی میکنه میام این بالا بعد از پلیبل ها قرار میدم که دیگه الان مدلمون هم دیگه خطایی نداره و این رو اینجا قرار بدین. گفته return the sluggable configuration array from this model. کارش چیه؟ کارش اینه که میاد اسلاگ رو ریترن میکنه. به چه شکل؟ میاد سورس رو در واقع یک سورسی رو انتخاب میکنه، با استفاده از اون سورس اسلاگ رو برای ما میسازه. اینجا سورسی که بهش در واقع پاس داده شده تایتله، ولی ما میخوایم نیم باشه، کافیه این تایتل رو تغییر بدیم به نیم. پس من دارم میگم تو مدل پیج شما بیا اسلاگ رو ریترن کن از روی سورسی به اسم نیم، یعنی این کالم نیم. این کالم نیم هم حتما باید توی تیبل پیج باشه، اگه نباشه با خطا مواجه میشید. پس این هم شد نحوه نصب اسلاگ ها و اسلاگیبل ها. راجع به این ستا ممکنه توی خیلی از مدل های دیگه تکرار بشن، مثل مدل پست، مدل پروداکت و یا مدل های دیگه. این رو دیگه نباید بیم تو هر مدل تکرار بکنیم، اما فعلا ما این رو به همین شکل درست میکنیم. بعداً که توی رسیدیم به در واقع مدل های دیگه این رو جدا میکنیم و به شکل دیگه در واقع این قسمت ها رو پیاده سازی میکنیم. این جلسه هم به پایان رسید. تو جلسه بعدی در واقع میریم و سراغ عملیات CRUD.